با قبول گردیدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 28 سال پر شد. به این مناسبت صبح امروز سنه 3 نوامبر در تالار کاخ رودکی چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. نخست رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده سخنرانی نموده کل ساکنان ولایت را با 28مین سالگرد قبول این سند مهم کشور تبریک نمود و تاکید کرد که محض کتابی سرنوشت ساز کنستیتوسیای کشور هست که امروز تاجیکستان را در عرصه جهانی همچون دولتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه میشناسند و اعتراف میکنند. 28 سال مقدم مردم تاجیکستان تحت سروری خردمندانه و راهنمایی‌های دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان با قبول قانون اساسی کشور برای تشکل دولت دموکراتیک دنیوی و حقوق بنیاد زمینه با اعتماد گذاشته راهی منبعی رشد جامعه کشور را در جاده اعمار جامعه شهروندی معین نموده. اگر به تاریخ قبول گردیدن کنستیتوسیای مملکت نگریم، آن در دوره بسا و بس نیم تاریخی طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سنه 6 نوامبر سال 1994 طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردیده است. بعد قبول قانون اساسی تاجیکستان راهی پیشبرد کشور در اساس قانون معین کرده شد. کنستیتوسیای کشور در عرصه بین الخلقی یکی از 5 کنستیتوسیای بهترین اعتراف گردیده است که این نشانه بهترین اعتراف گردیدن قانون اساسی تاجیکان و تاجیکستانیان می باشد. قبول شدن کنستیتوسیای در صحیفه‌های دولتداری نوین ملی همچون رمزی هستی ملت، احیای دولت صاحب استقلال صاحب تمدن، اثبات انتخاب راه درست دولتداری، تنتنه عدالت، تطبیق موفقانه اندیشه سازنده ملی و شهادت سعادتمندی خلق تاجیکستان عزیزمان محسوب می‌یابد. با رایپرسی عمومی قبول شدن کنستیتوسیای شهادت رضایت خلق از سیاست پیشگرفته حکومت مملکت تحت سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بود که با تشبث بواسطه این فرزند سرسپرده ملت قانون اساسی تهیه، محاکمه و قبول کرده شد. با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چند مراتب تغییر و الوه ها وارد کرده شد که این تغییرات برای تکمیل آن مساعدت نموده است. تغییر و الوه ها با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان طریق رایپرسی عمومی خلقی گذرانده شده است که آن به سنه 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایونی سال 2003 و 22 می سال 2016 راست می آید. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت بوده. در ماده اول آمده است که جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه می باشد. همه این حیات بامرام ما، همه این روزگار خوب و خوش ما با شرافت بختنامه ما، با شرافت سرقانون ما که یکی از بهترین و مردمی ترین در عالم است. من خیلی خرسندم که خلق کهن بنیاد تاجیک، خلق فرهنگی آریایی ما با راهبری پیشوای معظم ملت، سروری با احترام و فرهنگ پروری ما روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه به قله های بلند میبرایند، حیات بامرام دارند، خوش و خرسندند و ما ادیبان این زندگی را، این روزگار خوش را میسراییم تا جاودانه ماند. چهاربینی تنتنوی به مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قریب 1 ساعت دوام کرد. بعد سخنرانی برآمد نمایندگان فرهنگی ولایت به چهاربینی شکوهی دیگر بخشید. کنسرت ادانه را حاضرین با افتخار از آرامی کشور تماشا کردند. گزارش فرزانه شمسی و سید مختاری سید انور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه تلویزیونی